چی میشه که سلولوز استفاده شده تو دستمال کاغذی تبدیل میشه به تنباکویی که تو قلیون استفاده میشه؟ بحث معسل‌های غیر تنباکویی چیز جدیدی نیستش. چندین ساله که انواع معسل‌های غیر تنباکویی با هدف سالم‌تر کردن تجربه قلیون وارد بازار شدن. انواع معسل‌های غیر تنباکویی تو برندها و مدل‌های مختلف داخل بازار موجود هستند. مثل سنگ بخار، هوکا فروت، کرم تنباکو یا ژل تنباکو و چیزای اینچنینی. نبود نیکوتین و اعتیادآوری باعث شد که این معسل‌ها به انتخاب مناسبی واسه استفاده به جای تنباکو تبدیل بشن. با موج ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تولید تنباکو تو کشورهای مختلف، هر کدوم از شرکت‌ها به دنبال یه راهی بودن که همچنان بتونن تو تولید و فروش باقی بمونن. شرکت ترکیه بالی با هدف دور زدن این محدودیت‌ها اومده معسلاشو با سلولوزی که تو دستمال کاغذی استفاده میشه ساخته. تو این روش سلولوز استفاده شده تو دستمال کاغذی قبل از مرحله نهایی و تبدیلش به دستمال کاغذی میره داخل شرکت تنباکوسازی و به جای تنباکو تو تولید معسل ازش استفاده میشه. مواد مختلفی مثل گلیسرین، پروپیلن گلیکوز، ساکاروز و رنگا و اسانس‌های طبیعی به سلولوز اضافه میشه تا چیزی که الان تو دستمون تولید بشه. دو تا فرق اساسی بین این نوع معسل و معسل‌های معمولی تنباکویی هستش. یکی اینکه نیکوتینش صفره و اصلا سنگینی نداره. دو اینکه بخار تولید شده توسط این معسل داخل دهن شیره میکنه و طعم دهن رو عوض میکنه. به خاطر نداشتن نیکوتین روی کاغذ انتخاب سالمتری نسبت به تنباکو میتونه باشه، ولی اینکه چه ضررهای دیگه‌ای داره هنوز متوجهش نیستیم. ممنون از همراهی ارزشمندتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره.